صفحه 119. بعد از نیم ساعت صدای زنگ بار دیگر آنها را از حس و حالشان بیرون کشید. یلدا با عصبانیت گفت: امروز که شما اومدین حالا ببین چه خبره ها. نرگس گفت: میخوای من برم؟ شاید اومدن ظرف آش رو بگیرن. یلدا گفت: نه، خودم میرم. اتفاقا منتظر یه فرصت بودم به مادرش یه چیزی بگم. دیگه خیلی پررو شده. یلدا کاسه آش رو به سرعت شست و چادر به سر کرد و با عجله پله ها رو به سمت پایین دوید. فرناز فریاد زد: کتکش نزنی! و دوباره به سوی اتاق یلدا پشت پنجره دویدن. یلدا سعی کرد حالتی جدی و تقریباً عصبانی به خود بگیرد. در را باز کرد. پسر همسایه پشت در ایستاده بود و لبخند زنان نگاهش کرد و گفت: ببخشید، سلام، من اومدم. یلدا کاسه رو توی بغلش گذاشت و گفت: خواهش میکنم بفرمایید، اینم کاستون، نظرتون قبول. پژمان هل شد و گفت: ببخشید، اما من میخواستم بگم خالم. برای لحظه‌ای گوش‌های یلدا کر شدند و چشماش به جز اتومبیل شهاب که جلوی در خانه متوقف میشد چیزی ندیدند. شهاب جستی زد و از اتومبیل پایین پرید. او که از دیدن یلدا و پژمان که حتی اونو نمیشناخت بسیار متعجب مینمود. با چهره جدی و نگاه جستجوگرش پیش آمد. پژمان که هنوز حرف میزد با دیدن شهاب یکه خورد و کمی عقب‌تر ایستاد و ساکت شد. شهاب نگاهی عجولانه به آن دو انداخت و گفت: چی شده؟ یلدا از دیدن نابهنگام شهاب سخت غافلگیر و آشفته به نظر می رسید. رنگش پریده بود و دستپاچه گفت: هیچی، ایشون آش نظری آوردن و من اومدم ظرفشو بدم. نگاه شهاب که معلوم بود اصلاً مجاب نشده روی پژمان زوم شد و بعد از ثانیه گفت: شما کی هستین؟ از کجا ایشونو میشناسین؟ پژمان لبخندی زد و گفت: من همسایه روبرویتون هستم. شما برادر ایشونین؟ شهاب نگاهی به یلدا کرد و دوباره چشم به یلدا دوخت. گویی میخواست با نگاهش استخوانهای اونو ذوب کنه. اخماشو در هم کشید. ترسناک به نظر میرسید. با خشم گفت: اول بگو ببینم توی این آپارتمان فقط برای ایشون نظری آوردین؟ یلدا که میدید شهاب لحظه به لحظه عصبانی تر میشه پیش دستی کرد تا شاید پژمان رو خلاص کنه. گفت: نه، مادرشون آش آوردن، ایشون که من رو نمیشناسن. شهاب پرسید: مادرش کیه؟ تو مادرش رو از کجا میشناسی؟ من نمیشناسم. پژمان دوباره حرف خودش رو تکرار کرد و گفت: ببخشید آقا، شما برادر این خانم هستین؟ شهاب گفت: فرمایش، چی میخوای بگی؟ من هر نسبتی با این خانم داشته باشم میخوام بدونم به تو چه ربطی داره. پژمان گفت: آقا مثل اینکه سوء تفاهم شده. من قصد جسارت نداشتم و فقط اومدم از یلدا خانم معذرت خواهی کنم که چند روز پیش جلوی دانشگاهتون باعث دعوا و درگیری شدم. میخواستم بگم قصد بدی نداشتم و نمیخواستم ایشونو ناراحت کنم. یلدا یخ زد. توان حرکت نداشت. پژمان احمق همه چیزو خراب کرد. شهاب که تازه پی به موضوع برده بود در یک چشم هم زدن روی پژمان هوار شد و آنچنان مشتی نثارش کرد که پژمان برای دقایقی نمیدونست چرا کنار جوی آب افتاده. لبش خونی بود و سرش گیج میرفت. شهاب میرفت که مشت دوم رو بکوبه، اما صدای جیغ زنی که میگفت: آقا شهاب چی کار میکنین؟ اونو به خود آورد. پژمان فرصتی یافت برای آنکه بلند بشه و سعی در جبران حمله شهاب داشته باشه، اما شهاب مهلتش نداد و مشت دوم هم کوبیده شد. یلدا فریاد زد: شهاب تو رو خدا ولش کن. فرشته خانوم همسایه روبرویی که خاله پژمان بود، همون زنی که ساعتی قبل برای یلدا آش آورده بود، دوان دوان پیش آمد و خود رو سپر خواهرزادش کرد و پژمان عصبانی و زخمی با نگاه ترسیدش شهاب رو نگاه میکرد. فرشته خانم گفت: آقا شهاب دستت درد نکنه، خواهرزاده من اینجا مهمونه، اینه پذیرایی از مهمون؟
فرناز و نرگس که بسیار ترسیده بودند با عجله مانتوهاشون رو پوشیدن و پایین اومدن و کنار یلدا ایستادن. فرشته خانم هنوز گله میکرد و غر میزد و میگفت آقا شهاب، خجالت نکشیدی دست روی این بچه بلند کردی؟ نشون دادی بچه تهرون کی و چجوری از مهمون پذیرایی میکنه. شهاب نفس نفس میزد و تازه متوجه ارتباط فرشته خانم و پژمان شده بود. هنوز عصبی بود. به فرشته خانم نزدیک شد و گفت به این بچه یاد ندادن که نباید برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد نکنه؟ چه مزاحمتی؟ این بچه این دختر خانم رو از پشت پنجره دیده بود. به من گفت خاله ایشون کی هستن؟ منم گفتم والا نمیدونم، شاید خواهر آقا شهابه. گفت ازش خوشم آمده، میری باهاش صحبت کنی؟ منم خواستم توی یک فرصت مناسب با خود شما صحبت کنم. شما که ماشاءالله جوان با شخصیت و با سوادی هستین، شما دیگه چرا اینجوری برخورد میکنین؟ شهاب این بار نگاه غضبناکش رو به یلدا دوخت و با دیدن فرناز و نرگس که نگران و بهت زده کنار یلدا ایستاده بودند فریاد زد شما چرا اینجا وایستادین؟ بریم بالا. آن سه کمی تو رفتند و باز ایستادند. پژمان فریاد میزد تلافیشو سر در میارم، الانم به احترام یلدا خانم کاری بهت ندارم. باز هم شهاب طوفان شد. طوفان که نه، گردباد. و پژمان در میان گردباد تلاشش بی حاصل ماند. باز هم صدای فریاد فرشته خانم و جمع شدن چند نفر دور آنها. صدای گریه یلدا و دستهای سردش میان دستهای سرد نرگس و فرناز شهاب را به سختی از پژمان جدا کردند. شهاب فریاد زد یه بار دیگه اسمشو بیاری میکشمت. فرشته خانم گفت آقا شهاب تو رو خدا کوتا بیا. بابا این پسر که گناهی نداره، مگه کار خلاف شر کرده؟ فقط میخواد بیاد خواستگاری، همین دیگه، این همه داد و فریاد نداره. شهاب که کارت میزدی خونش در نمیومد با چشمایی از حدقه در اومده فرشته خانم رو نگاه کرد و گفت خواستگاری کی؟ اون زن منه. در یک لحظه تمام صداها خاموش ماند. پژمان نمیدونست چی بگه. از جا بلند شد و با ناباوری نگاهش کرد. عاقبت گفت دروغ میگی. شهاب گفت اگه یه بار دیگه جلوی این در تو رو ببینم و یا حتی بشنوم مزاحمش شدی خونتو میریزم، مفهوم شد؟ پژمان دوباره گفت دروغ میگی. این بار فرشته خانم به سوی اون حمله ور شد و گفت خفه شو پژمان، برو خونه. چند نفر زیر بغل اونو گرفتن و با خود به خانه‌اش بردن. یلدا و دوستاش نیز افتان و خیزان پله ها رو طی کردن و بالا اومدن. رنگ از روی هر سه نفرشون پریده بود. نرگس یلدا رو بغل کرد و گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ فرنازم که آماده گریستن بود اشکهاش روان شدند. نرگس ادامه داد تو دیگه چته؟ تو چرا زار میزنی؟ فرناز در میان گریهش خندید و گفت عجب آشی بود. ناگهان هر سه به هم نگاه کردن و زدن زیر خنده. یلدا گفت بچه از پنجره بیرون رو نگاه کنید ببینید شهاب بیرون وایساده. فرناز گفت قربونت، لابد اگه ما رو ببینه میاد یه فصل ما رو کتک میزنه. نرگس هم در تایید حرف فرناز گفت راست میگه یلدا، فعلا آروم بگیر. فرناز گفت یلدا ازش نمیترسی؟ واقعا وحشتناکه ها. نرگس ادامه داد خب حق داره عصبی بشه. یارو راست اومده اعتراف میکنه که مزاحم یلدا شده. بدبخت چوب خشک که نیست، آدمه. توقع دارین چی بگه؟ فرناز نگاهی به یلدا انداخت و مؤدبانه گفت کلک، نکنه ما رو فیلم کردین؟ یعنی چی؟ فرناز گفت یعنی واقعا ازدواج کردین و به کسی چیزی نگفتین؟ مسخره. آخه دیدی چجوری گفت اون زن منه؟ نرگس گفت راستش یلدا منم یه لحظه تنم لرزید. فرناز گفت اگه نظاره بعد از 6 ماه برگردی چی؟ یلدا خندید. ته دلش از حرفای آن دو دلش مالش میرفت. به خودش کلی وعده و وعید داد و با لبخند گفت نه بابا، اون خواست جلوی همسایه ها کم نیاره، والله همچین خبری نیست. چند ضربه به در خورد. یلدا سراسیمه از جا بلند شد و به سوی در رفت. شهاب بود.
موهاش آشفته بودن و لباسش به هم ریخته. شهاب به یلدا گفت اشکالی نداره چند لحظه برم و لباسمو عوض کنم؟ باید جایی برم. یلدا جواب داد نه برو. شهاب از حضور دخترها معذرت خواست و به اتاقش رفت. دخترها هم دوباره توی اتاق یلدا جمع شدن. تمام حواس یلدا پیش شهاب بود که عاقبت شهاب صداش کرد. یلدا، یلدا. فرناز گفت یلدا، انگار صدات میکنه. این اولین بار بود که شهاب صداش میکرد. احساس شوقی در وجود یلدا بود که دلش میخواست فریاد بزنه. از جا بلند شد و به اتاق او رفت. شهاب روی تخت نشسته بود. نگاش کرد و گفت در رو ببند. یلدا در رو پشت سرش بست و ایستاد. شهاب ادامه داد نمیخوام زیاد مزاحمت بشم. دوستاتم اینجان. فعلا فقط به یه سوالم جواب بده. چرا به من چیزی نگفتی؟ در مورد چی؟ شهاب که سعی میکرد خودش رو کنترل کنه گفت در مورد بهترین فیلم جشنواره امسال. یلدا با شرمندگی سرش رو پایین گرفت و شهاب ادامه داد یعنی واقعا دوباره باید توضیح بدم؟ یلدا که پنهان کاری را بی حاصل میدید گفت آخه چی میگفتم؟ دوست نداشتم درگیر شی. شهاب دندونها رو به هم فشار داد و گفت خب دیگه میخواستی کاری کنی همه ریشخندم کنن؟ آره، پسره اوباش تا دانشگاه دنبالت اومده، از توی اتاقتم که مدام زیر نظرش بودی. معلومه که به ریش من میخنده. خب حالا ولش کن دوستات اینجان، فعلا برو پیششون. من امشب باید تکلیف این قضیه رو روشن کنم. از جا بلند شد و کتش رو از روی صندلی برداشت و در حالی که اون رو میپوشید ادامه داد چیزی لازم نداری؟ میخوای براتون نهار بگیرم؟ نه مرسی، نهار داریم. شهاب خداحافظی کرد و رفت. یلدا احساس میکرد بیش از پیش به او علاقه داره. از توی اتاق فریاد زد و گفت نرگس، فرناز، بیاین اینجا. بچه‌ها توی اتاق شهاب نشستند. یلدا احساس خوبی داشت. نرگس پرسید یلدا، فکر نمی‌کنی شهاب بهت علاقه‌مند شده باشه؟ تمام سلولای بدن یلدا به تپش افتادن. به نرگس نگاه کرد و گفت تو اینطور فکر میکنی؟ نمیدونم، خودتو میگم. بالاخره تو داری با اون زندگی میکنی. نه، شما که اینجا نیستین. ما زیاد همدیگر رو نمیبینیم. اون هر وقت بیاد میره توی اتاقش. منم همینطور. غذا هم درست میکنم. بیشتر اوقات اون تنها میخوره. منم تنها. جز در مواقع اضطراری با هم برخوردی نداریم. فرناز گفت واقعا پسر عجیبیه ها. چطور؟ خب از این جهت که موضع خودش رو همونطور حفظ کرده و سعی نکرده به تو نزدیک بشه. خب بالاخره شما به هم محرمید. یلدا که گویی خودش هم خیلی به این موضوع فکر کرده بود گفت آره درسته. میدونی فکر کنم دلیلش اینه که یه کس دیگه‌ای توی زندگیشه. البته خودش هم گفته که نامزد داره. نمیدونم. نرگس گفت تو که باید از این جهت خوشحال باشی، چون به هر حال خیالت از جانب اون راحته. یلدا به ظاهر لبخند زد و گفت آره، اما فقط خدا میدونست چه آرزویی در دل اوست. صفحه 127 فصل 15. بعد از رفتن فرناز و نرگس یلدا دستی به خانه کشید و شام درست کرد. بارها و بارها رفتار ظهر شهاب از نظرش گذشته بود و تمام تنش رو خیس از عرق کرده بود. اون شب شهاب زودتر از همیشه به خانه آمد. خسته و متفکر بود. یک راست به سراغ یلدا رفت و از او خواست ساعتی رو به صحبت بنشینند. گویی تمام روزش به سختی طی شده بود. شهاب از یلدا پرسید دوستات کی رفتن؟ نزدیک ساعت 6. فردا به پروانه خانم زنگ بزن، بگو بیاد کمک کنه با هم لوازم اتاقت رو به اتاق من منتقل کنید. یلدا که هنوز سر در نیاورده بود گفت چی؟ برای چی؟ اتاقمون رو عوض میکنی. آخه چرا؟ من تازه از اتاقم خوشم آمده. شهاب نگاه معنیداری به او انداخت و گفت جدی؟ یلدا که تمسخر رو در نگاه شهاب میدید رنجید و سر به زیر انداخت و با شرمندگی گفت آخه تازه اونجا رو اونطوری که دوست داشتم درست کردم.
بهش عادت کردم. اتاق شما پنجرش کوچیکه، نورش کافی نیست. شهاب لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت دقیقاً برای همین مورد اتاقمونو عوض میکنی. یلدا که حالا منظور شهاب رو به خوبی درک کرده بود گفت خب میتونیم به جای عوض کردن اتاقا از پرده ضخیم استفاده کنیم، هرچند که جلوی نور رو میگیره. فردا به پروانه خانم زنگ بزن. آخه چرا؟ دیگه دوست ندارم در این مورد صحبت کنم. نگاهش مثل همیشه جدی بود. خدایا توی این نگاه لعنتی چیه که تا مغز استخوان منو میسوزونه؟ یلدا بی اون که حرفی بزنه نگاهش رو پایین دوخت. شهاب ادامه داد خب نگفتی اسمت از کجا بلد بود؟ یلدا دوباره غافلگیر شد. شهاب مثل یک بازپرس جنایی عمل میکرد و از این شاخه به آن شاخه میپرید و اونو گیج میکرد. اما یلدا نمیخواست دوباره گیج بازی در بیاره و بگه کی. گفت نمیدونم، شاید از بچهای دانشگاه پرسیده، شاید هم از کامبیز شنیده. هرچی که بوده میخوام دیگه فراموشش کنی. چیز خاص و مهمی نبوده که توی ذهنم بسپارم. از این موارد برای همه پیش میاد. شهاب پوزخندی زد و گفت اگه صبح با اون صراحت پیش همه گفتم که فعلا چه نسبتی با من داری، فقط به خاطر این بود که حال و حوصله مراسم خواستگار بعدی رو نداشتم. طبیعیه که اگر میگفتم خواهر منی باید از فردا میموندم توی خونه و از هر کس و ناکس پذیرایی میکردم. یلدا بازم رنجید. میدونست که اینطور خواهد شد. همیشه همینطور بود. شهاب رفتاری میکرد که اون امیدوار میشد و بعد حرفی میزد که امیدش رو تبدیل به یأس میکرد. یلدا گویی آنجا نبود. در دل با خود حرف میزد. منتظر بودم لعنتی خودخواه. میدونستم بالاخره یه جوری حرفتو خراب میکنی. شهاب ادامه داد گفتم برات توضیح بدم که یه وقت پیش خودت فکرایی نکنی. یلدا عصبی شد و با خود گفت پسری از خود راضی، چقدر به خودش مطمئنه. طاقت نیاورد و گفت مثلا چه فکری بکنم؟ شهاب سرش رو بالا گرفت و نگاهش رو به اون سپرد و گفت خودت بهتر میدونی. یلدا تحمل نگاه ممتد اون رو در خودش نداشت و نتونست پاسخ دندان شکنی به اون بده و رنجیده خاطر اتاق رو ترک کرد. فردای آن روز نه تنها به پروانه خانم زنگ نزد بلکه پنجره هم باز گذاشت. گویی تنها راه هرس دادن به شهاب رو پیدا کرده بود. از پژمان هم پشت پنجره خبری نبود. حتما فرشته خانم از فرصت استفاده کرده و دختر دم بختی رو بهش معرفی کرده. از این فکر خندش گرفت و به یاد صورت خونی پژمان افتاد و دوباره ناراحت شد. آماده رفتن به دانشگاه بود. ناهارش رو خورد و وسایلش رو مرتب کرد. توی خیابون بود که اتومبیل شهاب رو دید که به خونه میاد. با اینکه دلش به سختی در تب و تاب بود، اما خشمی که به واسطه رفتار شهاب در او شعله‌ور شده بود رو نیز نمیتونست نادیده بگیره و بدون اون که به سرنشین اتومبیل دقت کنه کیفش رو روی دوشش جابجا کرد و به راهش ادامه داد. اتومبیل متوقف شد و شهاب پایین اومد. ریش و سیبیلش تقریباً بلندتر از همیشه بود و به نظر یلدا فوق‌العاده بود. شهاب پرسید مگه امروز کلاس داری؟ یلدا بدون اون که سلام بده جواب داد بله. علیک سلام. من سلامی نشدم که بخوام جواب بدم. شهاب لبخندی زد و گفت سلام. یلدا هم با لبخند گفت سلام و در دل گفت از بس نمیخنده، وقتی میخنده چقدر خوشگل میشه. شهاب دوباره جدی شد و پرسید پروانه خانم اومد؟ نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونست باید بیاد. زنگ نزدی؟ اینطور به نظر میرسه. باشه، خودم لوازمتو میبرم اون اتاق. اگه چیزی به هم ریخت دیگه من مربوط نیست. کار خودتو زیاد کردی. یلدا فقط نگاه کرد. نگاهی که میدونست به هر جنس مذکری بیاندازد بیتابش میکنه. اما در مورد شهاب مطمئن نبود. خدا حافظ. خدا حافظ.
یلدا وقتی اون شب به خانه رسید ناگهان به یاد حرف شهاب که گفته بود خودش لوازم اتاقهاشون رو جابجا میکنه افتاد. قدمهاش رو تندتر کرد و در اتاق شهاب رو باز کرد. اتاقش همانطور بود که بود. با تعجب به سوی اتاق خودش رفت و در را باز کرد. تا چند لحظه تنها به تماشا ایستاد. پرده زیبا و ضخیمی پنجره رو زینت میداد و لوستر بزرگ و قشنگی نور کافی به اتاقش بخشیده بود. کنار تخت خوابش بسته بزرگی قرار داشت. اونو باز کرد و از دیدن اون همه لوازم بهداشتی و آرایشی که مخصوص خانم ها بود متعجبتر و شادمانتر شد. به نظر او شهاب فوق‌العاده و همان مرد رویاییش بود که یلدا سالها در ذهن دوستش می داشت. چقدر با فکر، چقدر با مسئولیت و چقدر فهمیده. خدایا چقدر خوب بود. دوباره بسته ها رو نگاه کرد. لبخند قشنگی زد و اونها رو زیر تخت خواب پنهان کرد. در دل به او افتخار می کرد. حالا می فهمید که او یک پسر لجباز که خوشی زیر دلش زده نیست، بلکه یک مرد به تمام معنیه. مردی که یلدا آرزوی تصاحب قلبشو داشت. از اینکه اتاقش بوی شهاب رو گرفته بود لذت می برد. نفسهای عمیق کشید و روی تخت ولو شد. ناگهان به یاد چیزی افتاد. عکس‌های روز عقدشان همگی لای دفترچه خاطراتش بودند. اما دفترچه سر جایش نبود. دلش به شدت می‌تپید. کتابخوان را جستجو کرد اما آنجا نبود. یک نگاه کلی به اتاقش انداخت و دفترچه خاطراتش رو کنار بالش روی تخت دید. پس شهاب اونجا بوده، روی تخت اون. تنش داغ شد. لبخند از روی لباش نمیرفت. دفترچه رو برداشت. آخرین چیزی که یادداشت کرده بود یک شعر بود. شعر یک ترانه عامیانه قدیمی که حالا خیلی دوستش داشت. شبا که تو میای خونه، خونه قشنگ هم خونه. گاهی شبا که دیر میای، از این و اون دلگیر میای. من میمیرم و زنده میشم تا تو برسی به خونه. شبا که تو میای خونه، خونه قشنگ هم خونه. یلدا. صفحه 132 فصل 16. اوایل آذر بود. یک شب وقتی یلدا بی حوصله کتاب‌های درسیش رو ورق می‌زد و روی کاناپه ولو شده بود، صدای دست کلید شهاب رو شنید. از جا بلند شد و خودش رو جمع جور کرد. اومدن شهاب به داخل سالن طولانی‌تر از همیشه به نظرش رسید. سر بلند کرد تا علت تأخیر رو پیدا کنه. سر شهاب به پایین خم شده بود و موهاش روی صورتش پریشان بودن. دستش رو به در گرفته بود، گویی به سختی خودش رو نگه داشته بود. ناگهان دستش از روی در لیز خورد و روی زمین افتاد. یلدا که گویی به ناگاه قلبش از جای کنده شده سراسیمه به سویش دوید و فریاد زد: شهاب چی شده؟ چته؟ شهاب تو رو خدا یه چیزی بگو. شهاب جونم تو رو خدا. شهاب که اصلاً قصد ترسوندن یلدا رو نداشت به سختی چشمها رو باز کرد. لباش خشک بود و بیرمق گفت: چیزی نیست، نترس. فقط سرم خیلی گیج میره. داره حالم به هم میخوره. کمکم کن برم دستشویی. یلدا دست اونو گرفت و به سختی بلندش کرد. تمام بدن یلدا میلرزید. شهاب سعی میکرد روی پا بایسته اما نتونست. سرش به شدت گیج میرفت. سنگینیش روی شانه‌های کوچک و لاغر یلدا افتاده بود. یلدا کشان کشان او را به دستشویی رساند. تهوع شدید رنگ از روی شهاب برده بود. بیجان و بیرمق به کمک یلدا روی تخت خواب افتاد. یلدا که به شدت ترسیده بود و اشک میریخت به سوی تلفن دوید و شماره کامبیز رو گرفت و گفت: الو آقا کامبیز، سلام، منم یلدا. کامبیز با اندکی تأخیر جواب داد: آها سلام یلدا خانم، خوبین؟ یلدا با صدای نگرانش گفت: آقا کامبیز، حال شهاب خوب نیست، میشه زودتر بیاین اینجا ببریمش دکتر؟ چی شده؟ سرش گیج میره و مدام استفراغ میکنه. تو رو خدا زود بیاین، دیگه جونی براش نمونده. نترسین، الان من میام. یلدا گوشی رو گذاشت و به سمت شهاب دوید. تب کرده بود و تون تون نفس میکشید.
قطرات عرق روی صورت و پیشانیش نشسته بودن. یلدا دستمال کاغذی را برداشت و پیشونی اونو خشک کرد. چشمای شهاب باز شدند و بی حال و بی رمق نگاهی به یلدا انداخت. یلدا گفت الان کامبیز میاد و میریم دکتر. دوباره چشمای شهاب بسته شدند. چند لحظه بعد صدای زنگ بلند شد و کامبیز آمد. دوتایی کمک کردند تا شهاب از پله ها پایین بیاد و سوار اتومبیل کامبیز بشه. به نزدیکترین کلینیک رفتند. تا نیمه های شب شهاب بستری شد. به خاطر مسمومیت شدید معده‌اش رو شستشو دادن و بعد هم سرم وصل کردن. بالاخره نیمه شب بود که به خانه برگشتن. کامبیز آنها را رساند و خودش رفت. شهاب حال بهتری داشت، اما همچنان گیج و بیرمق و خسته بود. یلدا اون رو به اتاقش برد و کمک کرد تا لباس راحتی بپوشه و بعد هم روی تختش بخوابه. آمپول‌های مسکن اثر کرده بود. شهاب چشماش رو بست و خوابید. یلدا خسته اما آرام بود. آرامش عمیقی که براش لذت بخش بود. خدا رو شکر می‌کرد که شهاب بهتره. چراغ اتاق رو خاموش کرد، اما خودش همونجا موند. خوابش نمی‌اومد. همونجا روی صندلی کنار شهاب نشست و به او زل زد. شاید این تنها تصویری بود که یلدا از تماشاش هیچ وقت سیر نمی‌شد. یلدا دلش می‌خواست تا ابد اونجا بمونه و بدون پلک زدن به تماشای تنها عشق زندگیش بنشینه و از دیدن اون لذت ببره. به موهای سیاهش که روی بالش ریخته بود نگاه کرد. دلش می‌خواست دستی به اونها بکشه. به چشمهای قشنگی که بسته بود، به ریش و سبیل قشنگی که گذاشته بود و به نظر یلدا چقدر اون رو جذاب‌تر جلوه میداد. خلاصه اینکه حالا فرصت خوبی بود تا یلدا راحت و بی دغدغه به بهانه مواظبت از او بنشینه و تماشاش کنه. از بیاد آوردن لحظه‌ای که شهاب دم در زمین افتاد دلش فشرده میشد. شاید عادت داشت شهاب رو همیشه مغرور و متکی به خود ببینه و از دیدن ناتوانی او احساس بدی میکرد. صدای اذان می آمد. از جایی برخاست. وضو گرفت و سجادش رو به اتاق شهاب آورد. انگار آن شب اصلا نمیخواست لحظه ای را بدون شهاب بگذرونه. میترسید براش اتفاقی بیفته. وضو که گرفت از شدت خستگی، سرما و ضعف بدن شروع به لرزیدن کرد. او با تمام اینها احساس خوبی داشت. در حال نماز خواندن بود که شهاب بیدار شد و سر بلند کرد و نگاهی متعجب به یلدا انداخت و دوباره سرش رو روی بالش گذاشت و چشماش رو بست. یلدا نمازش رو تموم کرد. به سمت شهاب رفت. آهسته صداش کرد. شهاب. چشمای شهاب باز شدند و اون رو نگریستند. نگاهی که سرشار از اعتماد و حق شناسی بود. یلدا پرسید خوبی؟ شهاب لبخند کمرنگی زد و اشاره کرد که خوبم. یلدا گفت من اینجام. اگه کاری داشتی و چیزی میخواستی به هم بگو. شهاب بدون کلامی خوابید. یلدا هم بعد از اینکه سیر نگاهش کرد چشماش رو بست و خوابید. صفحه 135 فصل 17. آن روز شهاب به خاطر شب بدی که گذرانده بود در خانه ماند تا استراحت کند. کامبیز نیز تماس گرفت و به یلدا تأکید کرد مانع آمدن شهاب به شرکت بشه و قرار شد برای بعد از ظهر هم سری به شهاب بزنه. یلدا به محض بیدار شدن از خواب مشغول رسیدگی به اوضاع خانه شد. سوپ خوشمزه‌ای درست کرد. دوش گرفت و لباس زیبایی پوشید و روسری قشنگی به سر کرد و آرایش دلپذیری به صورتش داد. هوا به شدت سرد و ابری بود، اما فضای خانه گرم، مطبوع و طرب‌انگیز می‌نمود. بوی خوش سوپ گرم فضای خانه را پر کرده بود و اشتهای شهاب را بدجوری تحریک می‌کرد. یلدا در آستانه اتاق شهاب ظاهر شد و با دیدن چشمهای باز و سر حال او لبخند زد و به شهاب سلام کرد. شهاب نگاه عمیقی به او انداخت. چیزی در دل یلدا فرو ریخت
و جواب داد: سلام. چطوری؟ بهتر شدی؟ بهترم، مرسی. اشتها داری برات کمی سوپ بیارم؟ با این بویی که راه انداختی مگه میشه اشتها نداشته باشم؟